ният дорем ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, яъне ки тавре ки ман дар боло қайд кардам, иштирок намоем ва тими вилоятро яке аз тимҳои мукаммал ва дар сатҳи ҷумҳурӣ яке аз тимҳои рақобатпазир омода кунем. فکر میکنم که مخلصان فوتبال در شهر خورو و نویای ولایت نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان در واقع کم نیستند. наврасони минтақаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон яъне шаҳри Хорух ҳамасола дар тамоми мусобиқҳое ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, яъне мусобиқҳои ҷумҳуриявӣ дар дилхо сину сол яъне рафта иштирок мекунанд ва ҷойҳои намоён низ ишғол менамоянд. خصوصا در شهر خوروغ تالارها و میدانچه‌های ورزشی و میدان‌های کلان ورزشی ساخته به استفاده داده شده که این برای رشد منبعه فوتبال مساعدت می‌نماید. در کانون نورسان و ما در نقشه داریم که هم مسابقه نیز برای بانوان هم تشکیل کنیم و командаи Помири ки дар лигаи дуюм баромад мекунад, умедворем ки ин яке аз қадамҳои аввалин аст. باوری کامل دارم که امیر روزی که همین تماشا را ما آغاز کردیم از بین همین نورسان از بین همین فوتبال بازان ما قهرمانان ملت پیدا میشن و فوتبال تاجیکستان را در جهان معرفی میکنن. برگزاری فستیوال فوتبال کودکان و نورسان و بازی رفیقانه میان دسته جوانان روشن کوهلاب و پامیری ولایت مختار کوهستانی بدخشان از چاره‌بینی‌های مهمی به نقش گرفته بودند که محض در دایره گشاده‌شوی ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ تشکیل شده بودند. محض به خاطر در سطح بلند تشکیلی گذراندن این چاره‌بینی‌های مهم ورزشی البته که کارهای بزرگ انجام داده شده بودند. این майдони ورزشی ساخته به استفاده داده شد از نوسازی، یعنی که کرده شد و چمنی که حاضر میبینید یکی از چمن‌های زمانوی هست و نگفته نماند که ما
تصمیم گرفتیم که فوتبال کودکانه را رشد کنیم، یعنی کودکان نورسان جوانان و مرحله به مرحله در مسابقه های جمهوریوی و بیرون از آن توانیم که ولایت خود را معرفی کنیم. ورزشگاهی که ساخته به استفاده داده میشود چمنزار آن یعنی سونی میباشد، اسکوستنی گازان میگن و برای گذراندن بازی های یعنی گیم لیگ دوم لیگ یکم یعنی پورا جوابگو است. بعضا حالت هایی که هست مقصد طلبات های بین المللی گیم که از جانب فیفا و اینچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه باید 110 و 68 باشد. این ورزشگاه باشد زیرا 88 به 62 است، ولی برای برگزاری بازی‌های یعنی رفیقانه و اینچنین بازی‌های مسابقه‌ای که یعنی در شهر خوروغ برگزار می‌گردد مطابق میباشد. در برابر عوض شدن چمن ورزشگاه مرکزی شهر خوروغ با رویپوش صنعی صفت اعلی وقت انجامدهی کارهای تعمیری و از نوسازی این ورزشگاه همزمان برای رشد نمودهای دیگر ورزش نیز شرایط فراهم آورده شده است. در ورزشگاه مرکزی نه تنها جای برای فوتبال، برای کورت میز تنیس است، برای والیبال است، برای بسکتبال است، دیگر نمودهای ورزش هستند، اما اینو قریب 1 سال طول میکشید. همین ورزشگاه از نوسازی کرده شد و مورد استفاده بری قرار داده شد. بازی تنیس البته این در ولایت مختار کوهستان بدخشان 1-2 سال شد که این بازی یعنی در ولایت وسعت یافته ایستاده است و البته مخلصان این بازی و ورزشگران این بازی از همین سال آهسته آهسته در سطح جمهوری اشتراک کرده ایستادند و مشاهده میکنیم که روز از روز طرفداران این بازی زیاد شده ایستادند. ما خرسند از آن هستیم که در ورزشگاه برای ما کورت نوی تنیس گشودند و در آینده می خواهیم تنیس باز خوب شویم. چطور روشن است با تعمیر و از نوسازی انفراساختار ضروری ورزشی میتوان از رشد نمودهای مختلفی ورزش در ولایت حرف زد. رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز در سمت رشد فوتبال کودکان نورسان در سرتاسر کشور پیوسته توجه خاص ظاهر نموده سرآغاز برگزاری فستیوال فوتبالی مکتب‌های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان با توپ و تجهیزات‌های دیگر ورزشی تأمین کرده شدند. اقدامی که از جانب رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود برای مربیانی که در این ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی مشغول هستند با کودکان و نورسان لوازمات‌های ورزشی و اینچنین لباسی ورزشی نیز آورده تحفه کرده شد و اقدام‌ها همه ساله هست. همه ساله ما تمام مناطق کشور یعنی گویم تمام شهر و ناحیه‌ای که هست با لوازمات‌های ورزشی یعنی دستگیری میکنیم. امیدواریم که تو دیگر اینوینتری که تجهیزات‌های ورزشی که از آوردیم برای کمک امیدواریم که برای مکتب‌ها هم تقسیم بشوند و کودک‌ها تمرین میکنند. من خرسند هستم که سحر ما در ورزشگاه فستیوال کودکان نورسان داریم و من از آن خرسند هستم که با
تجهیزات های ورزشی را تحفه کردند. در آینده من میخواهم ورزشکار بهترین شوم. ما ورزشکاران در فستیوال بازی های ورزشی اشتراک کرده با توفه و قدردانی گردیدم. همین طریق در راهی در سطح بلند دایر گردیدن مراسم افتتاحی ورزشگاه مرکزی شهر خاروق، آمادگی به فستیوال و آخرین کارهای تشکیلی تا دیرگاهی شام روز 14 ایول ادامه یافتند. هر یک اشتراکچی این جشن بزرگ فوتبالی البته که از برگزاری این چهاربینی بزرگ ورزشی احساس خوشنودی و افتخار می نمود. من خرسندم که در شهر ما فوتبال پیش میرد و من میخواهم که فوتبال باز شوم. یک ماه می شود که من در همین ورزشگاه مشق میکنم و من میخواهم که فوتبال بازی بهترین شوم. فوتبال باز دوست داشته من سرگیو راموس. من میخواهم مثل راموس دفاعگر خوب شوم. من یکی از ورزشکاران ولایت می باشم و خرسند هستم که در ولایت ما ورزش ترقی کرده است. من می خواهم که پگاه در بازی رفیقانه دسته پامیر پیروز شود. آخرین کارهای آمادگی در ورزشگاه مرکزی شهر خاروق از جانب مسئولان ورزشگاه و نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان بهره در سطح بلند گذرانیدن فستیوال فوتبال کودکان نورسان البته که در روز افتتاح ورزشگاه هم ادامه یافتند. امروزها خیلی زیاد به همین نمود ورزش مشغول شده ایستادند و خیلی شمار دیده ایستاده زیاد از 150 نفر کودک در همین فستیوال اشتراک میکنند و فضای دونه از خرسندی کرده ایستادند، چرا که همین نمود ورزش توجه نورسان و جوانان را به خود بسیار جلب کرده است. باعث خرسندی است که با دستگیری پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی فوتبال در تاجیکستان رشد کرده ایستاده است. جوانان نورسان جوانان با فوتبال مایل و رغبت زیاد دارند. امروز نیز چهاربینی در دایره دستوری به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور است و این فستیوال نیز برای ولایت مختار کوهستان بدخشان یک تکانی جدی برای رشد فوتبال می‌دهد. زیرا امسال ما توانستیم که لیگای فوتبال کشور لیگای منطقوی بدخشان را فوتبال بدخشان را تشکیل نماییم که در آن 18 دسته یعنی که بازی اشتراک می‌نمایند. همزمان فوتبال کلان که دسته پامیر بدخشان را تشکیل کردیم و در نظر است که دسته یعنی که بازی‌های هم رفیقانه هم در دایره لیگای یا ولایت ختلان یا شهر دوشنبه حتما اشتراک کند و هنرنمایی کند و مخلصان ولایت مختار کوهستان بدخشان و کشور را یعنی که معرفی کند و خرسند کند. بگاهی روز 15 ایول حتی ناوابسته از اندک نامساعد گشتن وضع باد و هوا شماره مخلصان در ورزشگاه مرکزی شهر خاروق به مراتب زیاد شدن می‌گرفت و اشتراکچیان فستیوال با یک خوشنودی از آغاز این چهاربینی سخن می‌کردند.
نخست من همچون ورزشگر به همه ورزشکاران جمهوری تاجیکستان که به ولایت مختار کوهستان تشریف آوردند خوش آمدید گفته برای همه آنها در این مسابقه نهایت مهم موفقیت ها خواهانم. من همچون ورزشگر می خواهم در مسابقه های بین المللی زیادتر اشتراک نموده سزاوار جای های نمایان گردیم. یک نمودی ورزشکاری والیبال هستم. من می خواهم که والیبال را خوب تیاری کرده در آینده در سطح در مسابقه های سطحی جمهوری اشتراک کرده جایزه گیرم. دوستان عزیز، گروه کاری مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش اینجا در بام جهان قرار دارد و امروز در تنتنه جشنی ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ مورد استفاده قرار داده شد و چطور می‌بینیم اینجا فستیوال فوتبال کودکان نورسان و همچنین بازی رفیقانه میان دستای روشن شهر کولاب و دسته بدخشان دایر میشوند. مخلصان اینجا همگی جمع آمدند تا شاهد این جشن بزرگ فوتبالی شوند. همین طریق بعد انجام یافتن آخرین کارهای آمادگی بهر افتتاح ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ و تشریف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و نمایندگان دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان و مکان اساسی این چهاربینی فراگیر ورزشی فرصتی در انتظار هم فرا رسید. آغاز مرحله نو رشد فوتبال از طرف فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، فدراسیون فوتبال تاجیکستان متناسب ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان به خوبی پذیرفته شده است و امروز شاهد آن هستیم که در ورزشگاه کلانترین ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ امروز فوتبال بین دسته روشن کولاب و پامیر بدخشان با مرام ادامه دارد. این مرحله رشد فوتبال جمهوری تاجیکستان و جهان است. چون ترتیب سرآغاز برگزاری فستیوال فوتبال کودکان و نورسان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابردی با سخنهای افتتاحی خویش کل مردم شرفمند ولایت را به شرافت افتتاح ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ تهنیت گفت. همزمان نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و کاتب گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز در سخنهای افتتاحی خویش اطراف آغاز مرحله نو رشد فوتبال در مقیاس ولایت سخنرانی نموده سپس فستیوال فوتبال کودکان و نورسان آغاز گردید. بعد انجام فستیوال جالب فوتبالی با اشتراک ورزشگران نوکار ولایت و دستپروران مکتب‌های ورزشی از جانب رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان و مهمانان فخری این چهاربینی فراگیر ورزشی و کودکان و نورسان
توپ‌ها تقدیم گردیدند. بعد مرحله اساسی افتتاحی ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ، مخلصان محلی البته که انتظار برگزاری بازی رفیقانه میان دسته‌های پامیر ولایت مختار کوهستان بدخشان و روشن شهر کولاب بودند. چطوره از رفت تمرین بازیگران معلوم بود، هر دوی دسته‌ها به این بازی رفیقانه آمادگی‌های خوب داشتند. من همچون سرمربی بدخشان باوری دارم که بچه‌های ما امروز بازی خوب را نشان میده. از نام فدراسیون رحمت کلان که بچه‌ها رو اجاره کردن که برای بازی خیلی ما هم آرزو داریم که ما هم کمانده شود که ویش لیگ را بازی کنیم. احترامانه خواهش تیم خیلی منت داریم از پیش‌گیری آنها و از سپاس خود را به پرزیدنت فدراسیون جمهوری تاجیکستان رستم امالی میnnت‌داری خود را بیان میکنم. ما تیم رو خوب نمیشناسیم و گفتن نمیتوانم که شاتی حساب را با بزرگ تمام میکنه با خورد تنها در میدان معلوم میشود. پیشگویی ما این است که ما غلبه میکنیم. پیش از همه را گفتنیان که به هر دو کمانده هم اقبال آبرو و بگذار به هر دو کمانده نصیب غلبه شود و دوستی و برادری اینها غلبه کنند و در آینده از بین اینها فوتبال بازان برایند که تاجیکستان را در تمام جهان معرفی نمایند. ما از بازی پیش از همه سالمی و درستی روشن کلاب و پامیر بدخشان شخصا ما از درواز برای مخلصی برای روشن کلاب آمدگیم و بردباری ها به هر دو طرف. چون این فوتبال بار اول است در بدخشان هم خیلی شده ایستاده است. فوتبال بازی دوستانه است. ما انتظار داریم که یک بازی دوستانه برپا میگردد و یکی از بازی‌های مردم بسیار مخلص بسیار جمع شده است. بازی با یک مساوی میشود. به همین ترتیب بعد انجام تمرین‌های آخرین پیش از بازی دسته‌ها به میدان آمدند و سرآغاز رقابت میزبانان چون ادای احترام نسبت حریف و به جا آوردن خصلت‌های خاصه مهمان‌نوازی و بازیگران جوان دسته روشن شهر کولاب تحفه‌های خاطروی تقدیم نمودند. آغاز بازی رفیقانه میان دسته‌های پامیری ولایت مختار کوهستان بدخشان و روشن کولاب باشد در ورزشگاه مرکزی شهر خاروخ بعد صدای اولین هشتکی داور درجه فیفا خسرو صدیقزاد از شهر دوشنبه به قید گرفته شد. و سرداور این بازی دو داور محلی سورج کریموف و انتظار جان میرزایف از کنارهای میدان کمک می‌کردند. در بازی مذکور به طور غیر انتظار و متاسفانه برای هزاران مخلصان محلی دسته میزبان الکی در اولین فرصت‌های رقابت به دروازه‌اش گل سر داد. مؤلف گل نخستین رقابت نیم حمایتگر دسته جوانان روشن شهر کولاب حاتمشاه صدرالدینوف گردید که به شرافت یک ضربه هدفرس بیرون از جریمه‌گاه به زدن گل دست یافت.
بعد سر دادن گل بروقتی البته که تلاش‌های میزبانان در راه گلزنی به زودی ثمر ندادند، ولی بالاخره به شرافت دستگیری‌های مخلصان خویش تیم پامیر الکی بعد گزارش شدن 9 دقیقه از گل نخست به زدن گل جوابی دست یافت. یک اشتباه دقل در خط دفاع تیم جوانان روشن باعث آن شد که حمله‌ور دسته پامیر فراز فرازوف با استفاده از پاس قلعه عمران عطامحمدوف به زدن گل جوابی دست یابد. بعد 1-1 گردیدن حساب بازی، هرچند که جانب‌ها در راه زدن گل‌های جوابی تلاش می‌کردند، ولی دیگر حساب تغییر نیافت و دسته‌ها به تنفس برآمدند. دستاندرکاران این چاره‌بینی فراگیر ورزشی باشند وقتی تنفس بازی رفیقانه فوتبالی یک مسابقه دو در میان دختران و پسران را هم دایر کردند که البته از جانب مخلصان محلی با یک خوشنودی و دستگیری‌های صمیمی استقبال گرفته شد. بعد انجام سبقت‌های دو اخیراً نیمه دوم بازی هم آغاز گردید و در میدان همگان شاهد رقابتی جالب شدند. هرچند که هر دوی دسته‌ها در رفت نیمه دوم بازی هم امکانیت زیادی گلزنی در اختیار داشته بودند، ولی ما به زودی شاهد گل نشدیم. تنها در فرصت‌های اخیر نیمه دوم رقابت بازیگران دسته پامیر به شرافت دستگیری‌های یکمران و پیوسته مخلصان محلی گل دوم خویش را به ثمر رسانیدند. این گل نهایت مهم را حمله‌ور میزبانان عمران عطامحمدوف وقتی 1-1 برآمدن با دروازه‌بان توانست که وارد توری دروازه روشن نماید. بعد خفا ماندن مهمانان در حساب، البته که هجوم بچه‌های جوان روشن در خط حمله نیز به مراتب بیشتر شد و این تیم هم بالاخره گل دوم خویش را به ثمر رسانید. ضربه نشانرس نیم حمایتگر تیم جوانان روشن نکروز سلیم زاده بیرون از جریمه‌گاه به سمت دروازه حریف اخیراً حساب را 2-2 نمود. بعد 2-2 گردیدن حسابی بازی در فرصت‌های باقی مانده دیگر ما شاهدی گل شده نتوانستیم و همین طریق رقابت مذکور با نتیجه مساوی جنببست گردید و مخلصان هم کشتک نهایی سرداور خسرو صدیقزاد را شنیدند. Мы очень рады, что провели такой товарищеский матч с Кулябским Равшаном. Рады, что произошла результативная ничья. Мы очень надеемся, что в следующий раз покажем результат лучше. И, конечно, хотим, чтобы футбол развивался в нашем регионе побольше, клуб чтобы открыли и чтобы молодежь шла вперед. Очень спасибо и благодарность Федерации за этот товарищеский матч. Спасибо большое. این بازی رفیقانه ما بودک با مقابل دسته پامیر. ما می‌خوایم که در آینده دسته پامیر با لیگ‌های بلند بره و ما همراهشون باشم. همراهشون باشم قابلیت نشون دهیم و می‌خوایم که آینده بسیار مسابقه گذارد و دسته پامیر رو با این بازیشون خیلی تشکر زیاد به همشون که ما را مهمانداری کردن، دستگیری کردن. زور آمد برای بچه‌هاشون. همین ندای خودم رو بیان می‌کنیم. اولا
یک سوال دیگر خوب شما بعد از گلی که تذکر زدید انتظار داشتید که دسته پامیر هم گل بزنه؟ این غیر امکان بود و ما از دسته پامیر خیلی باوری نداشتیم و در ما خودمون دست پا خورده از این قدم مخلصان زیاده که در اینجا بودن ما خودمون دست پا خورده شده بودیم و با احساسات داده شده بودیم و دسته پامیر هم خیلی این بازی از این را پیش روی کرده نمی‌شود. ما خیلی انتظار نبودیم دسته پامیر کماند ناتحصیل بچه‌های خوب بازی خوب نشون دادن بچه‌های ما خیلی اتمسفر بالچکو بگیم مخلصا بگیم همه بهترین بازی گذشت خیلی ما خیلی خرسندیم خیلی یکم بار ما در خیلی میدان در همه چخیل بگم بدخشان در یکم بار با آمدیم خیلی خرسندیم بچه‌ها خیلی شادن آینده میخوایم با بیم هم خیلی بازی همجا تشکیل شود بازی پیش مخلصان سرشمار دسته پامیر و در میدان سنی برای بچه‌های جوان شما چگونه بگذشت؟ بازی خوب گذشت بازی هر دسته با یک چخیل گویم هم خیلی برابر بازی رفت خیلی چه گویم بازی بچه‌هایی که جای یکم بار می‌بیاد بچه‌ها با دستگیری مخلصا قطعی کم و بیش شیدن در آخر شما می‌خواهید که دسته پامیر در میدان شما بازی رفقانه دیگر داشته باشد؟ ما می‌خواهیم که دسته پامیر را قبول کنیم در کلوب آرینا بگیم شهر بوستانی کلوب را قبول کنیم یگان بازی رفیقانه آینده هم خیلی نقشه دا بونیم باید قبول کنیم قبول کنیم همین طریق بازی رفیقانه میان دستای روشن کلوب و دسته پامیر ولایت مختار کوهستان بدخشان اینجا در ورزشگاه مرکزی شهر خروخ با حساب مساوی 2-2 انجام یافت و چگونه ای که دسته ها نمایندگان دسته ها گفتند چنین بازی در نظر است که بازی رفیقانه بعدی در شهر کلوب نیز با اشتراک دسته پامیر برگزار شود.